خبر خوش دارم. خبر محمد هم داریم. اگر خدا قبول بکنه. خدا کن. یعنی کجا بوده؟ مادر جان اخیراً از کشور عراق یه سری پیکر شهدای ما رو بزرگ کردن. آزمایشی که از طریق خون شما و پدرش حرفی دادن پیکر مطهر محمد ما پیدا شد. ما اومدیم خبر خوش رو بعد از 3 سال انتظاری باید اعلام بکنیم. سر کوچه هجله بزنیم. دیگه اون انتظار به پایان رسید مادر جان. یه قبر خالی نداره. داشتم بیمم اومد تا کجا؟ ای وای ای وای ای وای